امروز پرزیدنت امامعلی رحمان فوتبالبازان و مربی‌های منتخب نورستان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبالبازان نورست و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور 20,000 سامانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبالبازان نورست از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سامانی مبلغ جدا شده است. رئیس جمهور با 33 نفر هیئت دسته منتخبی مربیان و فوتبالبازان و رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت داشت. در این ملاقات همچنان رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین میر شهر دوشنبه حضور داشت که دیروز در یک شرایط متنتن با حضور صدها مخلصان فوتبالبازان نورست را در فرودگاه بین‌المللی پایتخت پیشواز گرفتند. منتخب نورستان فوتبال تاجیکستان در بازی‌های قهرمانی آسیا 2018 در مالزی جای دوم را صاحب شده، همچنان به چمپیونات جهانی فوتبال در پرو راه خط گرفتند.